سلام. شاید بگین قیافه این چرا اینقدر عجیبه و چرا اینجوریه. راستش باید از اول براتون توضیح بدم. من سرما خوردم، اونم به بدترین حالت ممکن. ببینید قشنگ 2 هفته است من دارم بدبختی میکشم سر این قضیه و خیلی شایدن حالم بده. این چیه بالای سرم؟ چشم‌بند خواب. بخاطر اینکه دماغم نگیره وسط ویدیو فن کنم حرف بزنم، چون گرم میکنم پیشونمو نمیذاره چیز کنم و اینا. پس بریم سر اصل مطلب. بذارید از موضوع ویدیو بگم. همونجور که از تایتل ویدیو دیدی، تو اگر این چند تا ویژگی رو داری و رفتارت اینجوریه، خب این کار رو بکن. بس بذارید راجع به خودم صحبت کنم. اول من همیشه یک بچه نمیدونم خیلی، ببینید مهره مارگونه که نه هم موقعی که سال 3 شروع شد که تقریبا الان 8 هم دیگه 3-4 روز دیگه میشه اول مهر میرم 8 و همین شروع شد باعث شد که من دیگه از خونه بیرون نرم. قبلش دائم مثلا هی میرفتم توی کوچه و با بچهای همسایه بازی میکردم و خیلی فعالیت داشتم و خیلی اون موقع همه چیزم خوب بود. ولی خب چون که دیگه کم کم فعالیتم کمتر شد و به خاطر کرونا نتونستم برم بیرون و اینا، بیشتر خونه نشین شدم. البته الان فکر بد نکنید دوستان، دارم مثل آدم حرف میزنم، کمک میکنم، راهنمایی میدم و دیگه خیلی کم از اتاقم هم حتی میام بیرون و دائم مثلا دیگه وابسته شدم به گوشیه. به خاطر همین مثل پسرای دیگه‌ای که دارم میبینم و توی کلاسام هستن اینا، وید تو پتو رو داشتم چی میگفتم؟ کمتر فعالیتم دیگه توی جامعه که خیلی زیاد شد و کم کلاس میرفتم، فوق کلاس زبان میرفتم یا یه چیزی و دائم آزار میدیدم و هر کس از هر جا که رسیده هر ضربه‌ای که میخواست بهم میزد، هر حرفی میخواست بهم میزد و من اینطوری بودم که چرا این کارو با من کردی؟ دائم من تو دفتر پیش مدیر بودم که چجوری بگم، یه تیکه پیش مدیر بودم که آره آقای مدیر فلانی چیز کرده، من شکایت دارم و اینقدر شکایت میکردم هر سال که از سال 5 سال 1 بار مدرسه عوض میکردم. خب الان پنجم از اولش که از مدرسه خودم بودم، معلمه منو اذیت کرد، خودم رفتم، یعنی اصلا من تحصیل نداشتم. اولین باری که مدرسه رو عوض کردم رفتم ماهان، حالا یه جای دیگه مدرسه دیگه است. تا آخر سال اونجا خیلی خوب بود، بچه‌هاشم خوب بود، درسش ولی مزخرف بود، یه مدرسه خصوصی بود و صرفا هیچی درس نمیدادن، فقط کل سال جشن بود و نمیدونم فلان بود و بسان بود. اون از ماهان. دوباره مامانم، وگرنه من قرار نبود، نمیخواستم مدرسه‌مو عوض کنم، مامانم به زور مدرسه رو عوض کرد و رسیدیم به سال 6 رفتم مدرسه به نام نیکان و ببین اونجا بیشترین آزار عمرم رو دیدم، به خاطری که اون مدرسه با اینکه خصوصی بود از یک دولتی هم گرونتر، که آره دیگه هم گرونتر بود هم پر جمعیت‌تر، اینو میخواستم بگم. یعنی ببین مثلا بذار بیام نزدیک‌تر، داشتم میگفتم پر جمعیت‌تر بود، یعنی اصلا به فکرتونم نمیرسه اینقدر که این جمعیت بالایی داشت. و مثلا یه کلاس ما کلاس 6 که بودیم 2 تا کلاس بود، 2 تا کلاس چجوری بگم، آره دیگه چند نفر بودیم؟ تقریبا 34 نفر توی یه کلاس، چجوری بگم 20-15 یه همچی حدودایی، خیلی هم بزرگ نبود. نه 20 زیاده دیگه، نه خب 10، الان اتاق من 9-10. آره دیگه تقریبا توی کلاس 20-15، حالا همین حدودا هول و هوش. و ببین بسیار اصلا نمیتونم توصیفش کنم، زبانم قاصره. میبینین
از اتفاقاتی که اون سال برای من افتاد، از بس که به قول دارم چیز کردم اینا و مجبور شدم مدرسه‌مو عوض کنم دوباره. و ببینید یکی از پر مشغله، پر درامات، هر چیز که بخواد اسمشو بذارید، پر اون چیز ترین سال من بود و الان سال هفتم که اومدم حکمت. اما سال هفتم که بالاخره که مجبور شدم البته مدرسه عوض کنم، پس اون حساب نمیشه دیگه. از موقعی که اومدم حکمت یواش یواش توی مدرسه با اینکه قلدر خیلی کمتر بود، کلن کلاس ما 20 نفریم، کل مدرسه 60 نفر بود، هفتم، هشتم، نهم کلن کلاسی 20 نفر و کل مدرسه حدوداً 60 نفر بودیم و اونجا با اینکه قلدر زیادم بود و اذیتم میکردن، اما یاد گرفتم بالاخره باید چجوری رفتار کنم. ببینید بذارین از امروز، از مسائل امروز شروع کنم. توی کلاس ببخشید من انقدر دارم به گوشیم نگاه میکنم، به دوربین نگاه نمیکنم. بذار من با دوربین بک بیام، هم کیفیتش بالاتره که نه الان 1080p 60. آقا من با دوربین پشت یه لحظه بیام که دیگه اینقدر حواسم پرت نشه. الان با دوربین پشت اومدم و دیگه به مانیتور نگاه نمیکنم. مانیتور چیه؟ صفحه. هنوزم من حواسم پرت میشه به اونجا. عالی شد. بگذاریم. و خلاصه من یاد گرفتم که چجوری حرف بزنم و چجوری رفتار کنم. اینجوریه که اول از همه این حرفی رو که همه بهت میزنن درسته که نمیدونم طرف اومد حرفی زد تو محل نده، نبایدم محل بدی، درستش همینه. اما شاید خیلی بخوای فکر کنی با خودت که آره کردم جواب نمیده. بله جواب نمیده، دقیقا، یعنی هم جواب میده هم جواب نمیده. درست بخوام بگم یعنی جوابش طولانی مدت نیست، فوقش 1-2 بار بخواد جواب بده، یا اگر ازش بجاد و درست استفاده کنی خیلی بهتر جواب میده. اما باید دقیقا چیکار کنی؟ ببین موقعی که مدرسه تموم میشه، این یکی از استاندارداته که اصلا وقتی مدرسه تموم میشه تو نباید از مدرسه بیرون بیای. تو حیاتم درست خیلی درست نیست، ولی خب حالا دیگه تو حیات اشکال نداره، ولی اونم خیلی درست نیست. شما نباید از مدرسه بندازن بیرون. الان مثلا مدرسه همین حکمت که تموم شد یه فرهنگ خیلی بد بود که مثلا زنگ که میخورد فوری بچه ها رو مینداختن بیرون، درم میبستن، مدیرم موتور غن میرفت و دیگه حالا اونجا میشد میدان جنگ و بقا. و خلاصه اینقدر، یعنی ببینید وضعیت ما اینقدر مزخرف بود که چجوری بگم. اما چرا و چطوری باید رفتار کنیم؟ همونجور که چند دقیقه پیش گفتم، بذارید از مسائل امروزم شروع کنم. امروز من که همونطور که نه دیگه الان چی دارم میگم، من کلاس ریاضی پیش معلم خصوصی میرم که گروهی البته هستیم دیگه. آره با بچه‌های رندوم میندازتمون که همپایه باشیم و درسامون یکی باشه و اینا، همپایه باشیم و اینا که حالا بگذاریم. همون موقع من مثلا ایپادم بذارم اوکیه. همپایه هستیم و با هم درس میخونیم و اینا. بعد همون وسط یکی رو دیدم که توی همین سال هفتم خیلی منو آزار داد. مدرسه‌ش هم میخواست عوض کنه، به خاطر همین گفتم دیگه گذر من نمیفته، چون همون روز گروه همون رو مشخص کرد که کی قراره با کی باشه از این به بعد. من قطعا دوستان انتخاب کردم دیگه، دوست خیلی قدیمی رو انتخاب کردم و آره دیگه. و اینجور شد که من با یکی دیگر از دوستای خیلی صمیمیم افتادم
و اونو دیدم توی این جلسه و اینجور شد که من توی این جلسه اون آدم رو دیدم و ببین هی حالا شروع کرد که نه تو منو ندیدی امروز بی شور کار من نیده من فلانم بسا اینا. منم هیچی نگفتم، 2 بار گفت تحمل کردم، برگشتم گفتم دهنتو ببند و اینجور بود که برگشتم و بهش گفتم دهن گالتو ببند و همونجا یه فحش درست حسابی بهش دادم و دیگه دهنشو بست و کلا سمتم نیومد. البته سعی کرد توی جلسه 2-3 بار منو بزنه ولی و هی هم داشت هی سکسکم میکرد و میگفت که فلان بسان و بیا اینجور و اونجور، اما من هیچ محلی بهش ندادم که آخر گفت اگر ببینمت میگیرم میزنم و ببین من از ترس خب حالا بگذاریم به خاطر همین داخل موندم. استراتژی بخرم به گفت مامانم زنگ دادم گفتم که مامان هر موقع اومدی یه تک زنگ بزن روی تلفن خانم خیری معلممون، من میمونم داخل و نمیام بیرون که چون که حالا در خطرم و فلان بسان و به همین جوری هم یه نفر رو ساکت کردم هم از دعوا جلوگیری کردم. پس ببینی شما موقع رفتار کردن با اینجور آدم و اینجور موقعیت ها باید خیلی استراتژیک تر عمل کنید، یعنی اینجوری باشه که یهویی دل به جاده نزنید، یهویی یه حرف نزنید یا چی بشه. سعی کنید تا جایی که میتونین از دعوا جلوگیری کنید، چون هرچی بیشتر دعوا کنین هم به خودتون صدمه میزنید هم اگه توی دعوا ببازین باعث میشه که وجهه بدتری برای شما بیفته و اون شدت اذیت کردنشون بیشتر شه. جن میدن یا خدا جن خیلی بیشتر شه و خیلی بیشتر اذیتتون کنن و اون حملات هیت سمتتون شدیدتر شه. پس ما 2 تا چیز رو باید خیلی رعایت کنیم، یکی استراتژیک بودن و یکی هم رعایت کردن که تا حد ممکن به کسی بی احترامی نشه، ولی تا جایی که نیاز شو وارد شو و از دعوا جلوگیری کن. اگر توی همچون موقعیت متشابهی بودی فرار جواب میده ولی نه 100% اوقات. تو مدرسه تو عوض کردی و مثلا اونجا خیلی آزار دیدی اشکال نداره، خب موافقم باهات میتونی دوباره مدرسه تو عوض کنی، اما اگر دفعه دوم دیدی همه چیز اوکیه یا مثلا نمیدونم دیدی مسائلت اوکیه تونستی یه روش پیدا کنی که مثلا بقیه رو یه کاری کنی که آزار ندن بهت، روی همون روش پایدار و ثابت بمون که حالا بیشترم توضیح میدم توی ادامه. و ببین سعی کن حواست به خودت باشه، به حرف دیگران اهمیت نده، اما در جواب حرف دیگران میتونی فقط با یک واژه پوزشون رو به خاک بمالی. حواست باشه که هیچ وقت طعمه نشی دست کسی. حالا چجوری؟ ببین سعی کن توی چند روز اولی که وارد مدرسه میشی، توی هفته اول فعلا هیچ صحبتی با کسی نکن، سعی نکن کسی رو بشناسی یا چیزی رو بشناسی، جا تو از اول جای خوب تعیین کن، با خودت فکر کن. ببین من که سر کلاس بشینم خیلی فرق نداره، فوقش هم میخوان دوباره جامون رو عوض کنن، شاید من برام همون ته راحت تر باشه، نمیدونم، شاید یه دوستی اونجا پیدا کردم. هر کسی رو دومین چیز اینه که هر کسی رو از روی قیافش قضاوت نکن. اینی که مثلا دیدی وای فلان مثلا خیلی به قیافش میخوره که آره آدم خوبی باشه، مهربون باشه، فلان باشه، بسان باشه، اون قراره بیشتر از همه بهت صدمه بزنه. و سومین چیز اینه که راحت به هر کسی اعتماد نکن، سفره دلتو پیش هر کسی باز نکن و تا موقعی که اون محیط امن و اون پرده امن برات ایجاد نشده سمتش نرو. چهارمین چیز الکی برای کسی چیزی خرج نکن، خیلی به کسی اعتماد خاصی نکن و سعی کن خیلی توی اجتماع نری، خیلی ساکت بمونی و سعی کن برای بقیه یه آدم سیکرت باشی، هیچ کس تو رو نشناسه و
همون هویت ناشناس خودمون بمونی. سعی کن بیشتر روی درس و زندگی تمرکز کنی و اگر خیلی احساس تنهایی کردی میتونی با توجه به شناختی که از بچه‌های کلاس یا مدرسه‌تون تونستی پیدا بکنی بری با یکیشون دوست شی. اما اون خط قرمزا و مرزها رو رعایت کن، چون اگر نکنی بهت آسیب میزنه توی ادامه. مرسی که تا اینجا ویدیو با من همراه بودین و میدونم که کلش تعریف کردن داستان زندگی خودم بود و صرفاً هیچ کمک خاصی نتونستم بکنم، ولی خب دیگه اگر نظری دارین و صحبتی چیزی دارین میتونم ادامهش رو توی ویدیوی بعد یا یه ویدیوی شورت بگیرم که ببینیم با هم. پس مرسی که تا اینجا ویدیو رو دیدید. دوباره گفتم خدافظ.